سلام رفقا، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز بعد مدت ها یه ویدیو از سلیکا دارم میگیرم، یه ویدیو خیلی قشنگ توی بازی فورزا موتور اسپورت که توش میخوام بهتون نحوه تیونینگ ماشین رو با ماشین خودم توضیح بدم و بهتون یاد بدم که چطوری ماشیناتون رو تیون کنید. خیلی سریع وارد بازی بشیم، بریم قسمت تیون که ببینیم دنیا از چه قراره. آپگرید تیون رو میزنیم، میریم داخل، ماشینامون رو انتخاب میکنیم. سلیکا بهترین ماشین روی کره زمین، سلیکا. خیلی ماشین واقعا دوست دارم، ماشین باحالیه. خب قسمت اولش فیول اند ایره که اینجا قسمت هوا و سوختش میشه. قسمت فیول سیستم اولین گزینه است که من آوردمش روی حالت ریس که این قسمت شامل مثلا سوزن انژکتور و ریل سوخت و دیگه بهتون بگم اینجور چیزاش میشه دیگه. حالا ریل سوخت رسانی اینجور چیزا اضافه کنیم. مرحله بعدی ایگنیشن برای جرقه محسوب میشه، مثلا میشه شامل وایر و شم و کویل ها که حالا مثلا کویل آمپلاگ و کویل های معمولی میشه که اینم من آوردمش رو حالت ریس. میریم ایر فیلتر که میشه فیلتر هوا، فیلتر هواش عوض کردیم. سینگل توربو که یه دونه توربو الان ماشین. قسمت اینترکولر هم باید بریم بیاریمش روی حالت ریس، من یادم رفت بود بیارم. میریم مرحله بعدی، سرفصل بعدی، پلتفرم هندلینگ. پلتفرم هندلینگ میشه واسه چی بهش میگن، شاسی ماشین و فرمان پذیریش. بریک وقتی خب به هر حال موتور رو اونقدر تقویت میکنی قطعا باید به همون نسبت ترمزات هم تقویت کنی که من آوردمش روی حالت آخر. ترمزه خودش کوچولوی دیسکاش آوردیم روی دیسکای سوراخدار حرفه‌ای، ترمز میگیره عالی. از اونور میشه اسپرینگ اند دمپرز که میشه کویلوور دیگه، به عبارتی سیستم تعلیق ماشین یا همون کمک فنل خودمون. فرونت آنتی رول بارز میشه میله ضد غلطش جلو که اینم ما گذاشتیمش رو حالت ریس. گذاشتیمش رو حالت ریس. آنتی رول بارز برای قسمت عقبه، اینا کمک میکنه که ماشین هندلینگش بهتر بشه و قرص‌تر باشه توی جاده. ویت ریداکشن میشه وزن رو کم کردن که مثلا یه سری وسیله ها توی ماشین که نیاز نمیشه توی مسابقه رو برمیدارن حذفش میکنن که وزن ماشین کم بشه، مثل لاستیک زاپاس و کولر و چیزا اضافی، سیستم صوتی یا از این قبیل چیزا، چون تو مسابقه کسی موزیک گوش نمیده دیگه، میدونی که. و هر چقدر وزن توی مسابقه ماشین کم وزن‌تر باشه خب نسبت به اصل بخارش خب بهتر راه میره و هم شتابش بهتر میشه هم هندلینگش بهتر میشه سر پیچا. قسمت شاسیز اند ریس فور رینفورسمنت اند رول کیج که برای ایمنی خیلی نیازه واقعا. من گذاشتم روی ماشین، خیلی دوست دارم این گزینه رو ماشین خودم هم بذارم، ولی خب از جایی که ماشین شهری استفاده میکنم و سوار پیاده شدن ازش مقدار سخت میشه، این کار هنوز انجام ندادم، حالا شاید بعدا انجام دادم. یه قسمت بالاست میمونه که اون یه جورایی وزنه میشه که این وزنه ها رو توی ماشین برای تقسیم وزن بهتر میذارن توی ماشین، تو جاهای مختلف ماشین. بهترین تقسیم وزن برای مسابقه دادن، برای هندلینگ عالی 50-50 محسوب میشه. حالا هر چقدر این رقم نزدیک باشه خب هندلینگ ماشین بهتر میشه. یکی از ماشینایی هم که هندلینگ این تقسیم وزنش خیلی خوبه، یه ماشین شناخته شده ای هست به اسم مازدا میاتا که همه ماشین بازا تقریبا دوستش دارن. توی خارج از ایران، توی ایران متاسفانه نیست ولی توی خارج از ایران زیاده، هم برای ماشین بازی استفادهش میکنن و تا دنیای اقسام
خیلی تیونینگ داره برای مثلا چیزای افتر مارکت، خیلی داره برای تیونینگ کردنش. میریم قسمت بعدی، قسمت تایرز. اینو من چون نیاز نداشتم دیگه نذاشتم بشن، اصلا نمیخواستم وزن رو تغییر بدم. قسمت تایر هم خب هندلینگ ماشین برای اینکه خوب بشه، تایر خب چیزیه که ماشین باش با زمین، کل این ماشین با زمین از طریق لاستیک در ارتباطه، پس لاستیک خوب واقعا تاثیرگذاره. لاستیک هایی که رو ماشین منه الان ریسه، درگ نذاشتم، آخرین گزینه درگه ولی به کار من نمیاد چون ماشین ریس جمع شده. بعد اندازه لاستیک های جلو 255 میلیمتره. بعد لاستیک ها رو بهتون بگم که لاستیک ریس میشه لاستیک اسلیک که چسبندگی فوق العاده بالایی داره ولی خیلی زود تموم میشه، مثل پاکم میمونه، میگیره به آسفالت تموم میشه، ولی خب هندلینگ خیلی خوبی به آدم میده دیگه. لاستیک های عقب هم سایزش 275 میلیمتره، پهنای فوق العاده ای داره لاستیک های عقب. مرحله بعدی رینگا است که من رینگا رو دقیقا مشابه همونی که روی ماشین خودم انتخاب کردم، شبیه مینی لایت، خیلی خوشم میاد. سایز جلو رو 15 انتخاب کردم و سایز عقب رو 16 استفاده کردم، 17 نکردم چون 16 به نظرم کافیه، 17 خیلی بزرگ میشه. مرحله بعدی میریم درایو ترین که به فارسی میشه انتقال قدرت. سیستم انتقال قدرت میشه گیربکس و اینجور چیزا، الان دو توضیح میدم. کلاج اولین قسمت از سیستم انتقال قدرته که دیسک و صفحه و کلاج شاملش میشه، یعنی کامل با هم دیگه بخوایم بگیم. دیسک و صفحه اولین قسمتی میشه که موتور با گیربکس اینا رو با هم دیگه وصلشون میکنه، یعنی اولین ارتباطشون از طریق دیسک و صفحه است، از طریق سیستم کلاجه. بعد از اون من دیسک صفحه اینو مدل ریس گذاشتم، یکی از بهترین جنس ها برای انتخاب دیسک و صفحه برای مسابقه دیسک و صفحه گرافیته، چون گرافیت یه نوع زغال دیگه، خیلی چسبندگی زیادی داره و انتقال قدرت رو خیلی با کیفیت میده و داغ نمیکنه، چون اکثرا اگه دقت کرده باشین، اگه مثلا ماشین معمولی دیده باشین یه مقدار که سربالایی میری نیم کلاژ میکنی، دیسک و صفحه که داغ میکنه دیگه ماشین راه نمیره، گاز میخوره ولی دیگه راه نمیره. اون اتفاق به خاطر بد بودن جنس دیسک و صفحه است که حرارت با حرارت به هم میریزه. بیایم مرحله بعدی ترانسمیشن که میشه گیربکس، که این گیربکسش هم ریس الان نسبت اندهای دیگه بسیار ریس فرق میکنه معمولا. بعد جابجا شد چرا این درایو ترین. میایم درایو لاین. درایو لاین میشه همون ملگاردون به قول خودمون. ملگاردونش هم خب از جایی که میشه مثلا برای تقویت میشه جنسش عوض که سبکتر بشه، چون یه قطعه سنگینه. الان تو ماشینای خفن از مثلا فیبر کربن حتی استفاده میکنن برای شفت گاردون. دیفرانسیلش هم که ما نوع ریس رو انداختیم یه جورایی کلن درگیره دیگه، این دیفرانسیل مثل دیفرانسیل های معمولی نیست یه طرف یه چرخ درگیر باشه. یه قسمت دیگه که بالا داره Air and Appearance که میشه مثلا برای همون آیرودینامیک و هوا و اینجور چیزاست. من بالا عقبش رو همون شبیه با چیزی که رو ماشین خودم درست کردم گذاشتم، به نظرم خوشگله، کمکم میکنه. فرونت بامپر سپر جلوه که بازم عین ماشین خودم درست کردم، اون فلاپ زیر سپرش هست، فقط تنها تفاوتی که این با ماشین خودم داره اینه که اینترکولر داره جلوش، ولی رو ماشین خودم اینترکولر رو نداریم چون ماشین ما اصلا توربو نیستش. و میه مرحله بعدی ریر بامپر میشه سپر پشت که دقیقا لنگه مال خودمه. سپرهای دیگه سلیکا این مدلیه که سپر آمریکایی هم میشه بهش گفت، یعنی بهش میگن گل سپر داره، اگه اون مشکل رو دقت کنین اون اسمش گل سپره.
گل سپر وقتی ماشین شهری استفاده میکنی خیلی خوبه. خب وقتی یه جا پارکش میکنی خیالت راحته دیگه. اولین قطعه نمیان بزنن مثلا موقعی که دارن پارک میکنن بزنن به سپرت، میان اول گل سپر رو میزنن. گل سپر هم چیزیه که راحت میتونی عوضش کنی، اما ماشین محافظت میکنه یه جورایی. خب بریم توی مسابقه با این ماشینی که اینجوری ما تقویتش کردیم. این قسمت ها رو نرفتم. انجین سوابه که انجین سواب الان یه موتور 1.3 لیتری من گذاشتم روی سلیکا که فوق العاده خوب گاز میخوره، صدای قشنگی داره، دور بالایی میخوره، یعنی تا مثلا تا 10,000 دور بر دقیقه میخوره این موتور. چیز جالبیه به نظر خودم. موتور دیگه ای هم داره 2.6 لیتری i6 دوتا توربو 2600 سی سی حجم موتورش، یه چیز شبیه مثلا وان جی زد محسوب میشه. اینور 1.6 لیتری توربو 6.2 لیتری V8 8 سیلندر که خیلی موتور قویه ولی خب خیلی هم وزنش سنگینه. 3.8 لیتری V6 دوتا توربو یه چیز تو مایه های موتور نکسان جی تی آر میشه. 5.2 لیتری V10 10 سیلندر، این هم موتور قویه. 2.6 لیتری R4 که 2600 سی. اون R4 فکر می‌کنم روتاری بودنشه، مخفف روتاری بودنشه. این موتورهای روتاری صدای جالبی دارن. حالا کاری نداریم، من که از این گزینه استفاده کردم 1300. اینم صداش هم الان یه تست میریم بهتون نشون میدم چجوریه. میخوام برم پیست نورنبرینگ، یکی از پیستای خفن آلمانه که اصلا بهشت ماشین بازا بهش میگن. درایو ترن سواپ هم ما ماشین رو در حال حاضر 4 درایو کردیم. وقتی موتور قوی داشته باشید قطعا حال میده که 4 درایو داشته باشی که هم هندلینگت بهتر شه، هم چسبندگی به جاده بهتر شه، همین که اون توان موتور رو بهتر بتونی به چی بهش میگن به جاده برسونی. بادی کیت هم که داریم، این فندراش دقیقاً لنگه همونیه که رو ماشین خودمه. من خیلی خوشم میاد. نگاه کنی سلیکا یه مقدار چرخاش توه و این زیاد جذابش نمیکنه، ولی با این بادی کیت یه چیز حرفه‌ای ازش در میاد. اسپایریشن کانورسیشن میشه نحوه تنفس خودرو که حالا مثلا گزینه‌های مختلف داره. یه دونه نچرالی اسپایریتده که میشه به صورت تنفس طبیعی، یه دونه دیگه هم داریم سینگل توربو که تک توربو میشه که الان ما اون انتخاب کردیم چون ماشین توربوه. خب بریم توی ستاپ منیجر. نه این نبود، این قسمت تونینگ. یه سری چیزا رو میشه دستکاری کرد، مثل فشار باد لاستیکا، نسبت دنده ها، که حالا من نسبت دنده ها رو یه جوری کردم که ماشین بیشتر از 350 کیلومتر نره. شتاب خوبی عوضش داره. اینم زوایای چرخ، کمبر، کستر، تویی، توت، اینا هر کدوم یه سری کارهایی داره که خیلی مفصله، الان نمیشه توی این ویدیو توضیحشون داد. ولی اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کردین، حالا شاید تو ویدیوهای بعدی اگه کامنت بذارین اگه دلتون خواست براتون توضیح میدم. اینا هم که تنظیمات همون سیستم ضد چی بهش میگن، ضد لغزش میشه. آنتی رول بار آره دیگه ضد لغزش میشه. اسپرینگ هم تنظیمات سیستم تعلیق کمک فنر ایناست، دمپینگ و ایناش. ساسپنشن جیومتری، این ارتفاع و فلان و اینجور چیزاشه. این هم برای اون بالغه بشه که کورنرینگ بهمون بده، چی بهمون بده. کورنرینگ رو من یه ذره زیاد میکنم چون هندلینگ بیشتر به کارم میاد تا چی بهش میگن سرعت نهایی. اون گوشه هم توضیح داده که اینا چی کار میکنه بالا پایین کردنش. سیستم بریکمون هم که 50-50، من یه مقدار دوست دارم آره بذاریم 50-50 بشه، دست نمیزنی بشه. فرشارمون هم که 100%.
دیفرنشیلمون هم که اکسلریشن 100%، دیکلریشن 0%. اکسلریشن میشه شتابگیری، دی اکسلریشن میشه شتاب منفی. استرینگ ویل فورس فیدبکه که چون من دارم با فرمون بازی رو انجام میدم فورس فیدبکش رو یه مقدار زیاد کردم. واقعا این ماشین خوشگله، یعنی هر جوری حساب کتاب میکنم اگه یه ماشین کوچولوی دودر خوش استایل سیسش، اگه راجع به این ماشین بتونم بگم این اولین ماشینی بوده توی ژاپن که روی خط تولید رفته بوده، یعنی ربات و اینا کار میکرده. حالا نمیدونم تو چه قسمتی از ربات استفاده میکردن ولی ربات تو خط تولید این ماشین استفاده میشده. و اینکه اولین ماشینی هم بوده که به بازارهای خارجی فروختنش. تا قبل از سلیکا هیچ ماشینی رو ژاپن برای بازار خارجی نمیساختن، همیشه برای بازارهای داخلیشون میساختن. خب بریم سراغ پیست نورنبرینگ، ماشینمون رو انتخاب کنیم. یه سری ماشین جالب هم دارم اینجا. من عاشق میاتا رو دارم، همون ماشینی که بهتون گفتم نسبت تقسیم وزنش خیلی عالیه، 50-50 این ماشینه. و اسطوره دهه 90 مرسدس بنز 190 ایولوشن. و حالا ولش کنین اینا رو، بریم سراغ سلیکا. پیستی که میخوایم بریم تست درایو میخوایم بریم، ترک نورنبرینگ رو پیدا کنم. نورنبرینگ نوردشلایفش رو انتخاب میکنیم. تایم آف دی میذاریم رو رندوم، ودر هم میذاریم رو رندوم. بریم ببینیم چی برام میاره دیگه، خودش قرار انتخاب کنه. از این بعد من کمتر صحبت میکنم چون باید حواسم به رانندگی باشه. The Nürburgring Nordschleife was nicknamed the Green Hell for its miles of undulating, twisting asphalt through the dense German forest. Not a course you can learn overnight, so be patient and take one curve at a time.